میره بسیار درود احترامات هموطنان عزیزم. امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلندان باشه. انا دوستای عزیزم راستی مقصد از این گویم نوارها، مقصد از این معلومات ها، مقصد از این کارهایی که میکنیم این برای پس زدن کسی نیست، برای اغوا انداختن کسی نیست. با تمام مطابق استانداردهای جهانی و هر یک انسان حق داره این یا اون کمبودی ها را بگیم گپ زنه و این یا اون پیشروی ها را گپ زنه و مقایسه کنه. چرا ما دویم خودمان به افغانستان و به نمیدونم یک دولت های بگیم بسیار نارامتر هست از ما دیده و با او ما چیکار کنیم؟ خودمان مقایسه کنیم و غیره کنیم. بیاین دوستای عزیز امروز سخن هایی که میزنیم و یا که بگیم مقایسه هایی میکنیم، مقایسه دولت ها و حدود دولت ها. من بسیار اروپا را یک چیزی دوست می‌داشتگی چیزم هست، یعنی که چی است دوست می‌داشتگی چیزم؟ دویم ما بگیم که من هوس میخورم با نیت پاک، یعنی که نه اینکه حسود، هوس میخورم، حسود نه، هوس میخوردگی چیزم در اروپا یک چیز است، یعنی که حدودها، دولت‌ها، یعنی تمام حدود اروپا از حدود آسیای میانه مایده هست. یعنی کل حدود اروپا از حدود آسیای میانه مایده هست. من اگر باور نکنیم، من شاید در فیسبوکم استانا ارسلان کاگان فیسبوک دا بدروی، من بسیار چیزا را سکرین کردم، چاپ کردم و نوشتم، چاپ کردم، کپیا کردم، چاپ کردم دولت های اروپایی را، یک چند تاشه تقریبا. بعضی دولت های اروپا را اگر 4 تاشه یک کنی، یک تاجیکستان نمیشه. مثلا 4 تاشه 5 تاشه یک کنی، یک تاجیکستان نمیشه. اما ببینید در آن حدودی که بگیم مسافش از حدود آسیا دیده مایده تر است، 28 دولت جوشیدگی است، 28 ملت دولت کردگی هست در اینجا. میفهمی نمیره؟ اما اون حدودی که از حدود کل اروپا دیده کلانتر حدود ده کلان است، 5 تا دولت جوشیدگی است. تصور کرده میتونه از کل حدود اروپا کلانترین جا 5 تا دولت جوشیدگی است. یکی نامش تاجیکستان است، دیگرش قزاقستان است، یکی دیگر قرغیزستان است، یکی دیگر ازبکستان، یکی دیگر ترکمنستان. ولی ما حدود افغانستان رو نمیگیم. 5 تا دولت از کل اروپا دیده کلانترین زمین گرفتگی 5 دولت ساختگی است. از اون حدودها مایده‌تر زمین 28 دولت چیدگی است. 28 دولت کجاست؟ باز حدود از اون مایده است، یعنی زمین. با اینا آوی زیاد دارن، یعنی زمین های آوی زیاد دارن. این همون حدودهای با آوی که با اینا داخل می شود حساب شدگی است. یعنی او قدر زمین قاق میدان و بگیم که با نام 5 دولت یاد می شود. میدونین برای چی؟ من بیشتر همون کمبغلی مانم می آموزم، کمبودی مانم می آموزم. من شب خصوصا در همین جا اومدم، من گفتم که بیس ما چرا باید حدود را و دولت ها را مقایسه نکنیم؟
یعنی ما سبب کمبغلیمون هم سر همی است. میدونیم برای چی؟ برای که او قدر حدود داریم که خود یک تاجیکستان میتونه 5 تا دولت اروپایی شوه یا خود یک قزاقستان میتونه 4-5 دولت اروپایی شوه. اما ما برای بگیم که یک کسوک زمین چقدر فرزندامون رو میبریم در اونجا قربان میکنیم که این زمین ایما بود، این زمین ایما بود. از خدا رحمتی بابیم ما باید تاریخ بکنیم، باید ای تاریخ ببینیم زمین های ما هستن، باید اینای جای ما هست، ما حدودی ما اینایش هم ایما بود، ما گرفته بودیم که ایمای ازبکاش گرفت، ازبکاش ایتاری کرد، اینای قرغزاش منگولاش ایتاری کرد، مغولاش ایتاری کرد. ما همین چیزیم و او هم تفکرش بگیم هم تفکر ما هست. یعنی که تاجیکستان ایما بود. همیشه تصور میکنم میگه جا بخورا به چرقی باید ما ایران نمیدونیم تاجیکستان. یعنی یا این طرف بگیم که قرقلپاکستان هم ای بچه باور کنین همین عکسی که موندگی هستم در گلاونی همین اکران عکسی که موندگی هستم یک دولت است مسافش گکتر است، کوادرات کیلومتر نیست، گکتر میدونین 208 گکتر زمین خطا نکنم 208 گکتر بود یا چند قدر یا 2800 گکتر 2800 گکتر زمین یک دولت است. میفهمین نمیدونم برای هر یک ملت یعنی مسافه حدودی خودش جدا شدگی است. میفهمین؟ بعضی‌هاش تا 3000 نفر زندگی میکنه، 3000 نفر خودش علاهیده یک ملت احساس کرده زندگی میکنه و صاحب دولت خود احساس کرده خودشونه زندگی میکنه. و ما چی میگیم؟ اشتباهی ما سر چی هست؟ ما очень многонациональная страна. نخرین که بیت многонациональная страна. برای چی؟ برای چی؟ یک حدود قزاقستان دا نیمی اروپا زیاد چه میسازیم. همه را هم تا تریتوری را ضبط کرد گرفتگیان با کسی حق نمیتن که زمین کنه، دولت کنه، آباد کنه. همه پوستین یشیده خور رفته است، همه چول بیابون دیگه با کسی اجازت نمیتن که اونجا دولت کنه. میدونی برای چی اروپا آباد بوده است؟ من شب امیرم مقایسه کرده بگیم چند قدر چیزا را گفتم. ببین هر یک کوساک خود چه داره، حق خود چه داره، مسافه خود چه داره و هر یک ملت کوشش میکنه مسافه خود چه آباد کنه. میفهمین؟ هر یک ملت میتونه مسافه خود چه آباد کنه. انسانی که خود چه دیگر ملت احساس میکنه باور کنید در ایتالیا هست، کروگاما ایتالیا، در قلب ایتالیا با دو تا دیگه دولت دیگر اونم همون پچینت ایتالیا دا میکنه که بگیم خیلی در حدودی، اما دولت علاهیده است. علاهیده کنستیتوسیا داره، قانون داره، علاهیده ما چیزش علاهیده است، پارلمان داره، علاهیده است، خود تصمیم خودش میگیره و در ایتالیا یگان چی دخالت نمیکنه بگیم در همون حدودی خودش است. یعنی در جیگرش است بگیم. یا ایتاری دولت ها در جیگرهای بعضی دولت ها در مبینش علاهیده دولت چیدگی است، اطرافش همش دیگه دولتش مبین علاهیده دولت چیدگی است. حتی که ایرپورت نداره، مسافه شایمایده بدن ایرپورت نداره، سمالیات میاد در رو دیگه کشور میشینه، دیگه کشور میاد، مرز نداره، فقط خط کشیدگی مرز که همینجا در اومدی این دولت میشه، دولت دیگر میشه. یعنی که تمام قانون اوجا در اینجا راه نمیگرده، اینجا دیگه قانون است، قانون خودش است. من فکر میکنم یکی از پیشرفتی اروپا همین مردانواریشون است
که حق دیگر انسان ها را پایمال نمیکنه. ولی ما خودمون بسیار خدا آگاه مسلمان میگیریم اما حق انسان ها را، حقوق انسان ها را، تمام چیزهای دیگر انسان ها را و نمیدونم اینقدر گرسنه هستیم که اینای زمین های ما، اینای زمین های ما، اینای مسافه های ما، اینای مسافه. همین مردم اروپا رو من ندیدم گفته باشن که فلان مسافه از ما است و فلانیش از ما است. حتی که من همین پولیاکو خطی بازیش دوستم ها صحبت کنم بازن حالت میگم هم استاریچ که اگر بگیریم لیووف همین اوکراین تریتوری از شما است یا که نمیدونم فلان جو علی شید یا که فلان تریتوری شما از لیتوا بود یا که فلان جو اینجا بود فلان جو اینجا بود. اینو یک جواب خوب میتنده. میدونین چی میگن؟ میگن هر وقت زمان خریطه روی زمین عوض میشود این مهم نیست برای از ما بود یا که از ما نبود. خریطه ها عوض میشود. این را میخواهی نمیخواهی سیاسی خریطه عوض میشود. میگن من چیکار کنم؟ میگن یک زمانی سیاستی ما از ما بود، یک زمانی سیاستی ما از دیگر بود، یک زمانی اگر ما سیاست نگاه کنیم میگن این زمین میگم از ما بودم از او گرفتی گرفت او گرفت فلانی گرفتی گرفت او گرفت. یک زمان میگم ما را اینا گیتلر گرفت، یک زمان دیگر کس گرفت. ما 3 بار دولت از بین رفت میگم شو دولت هیچی. بعد ما حق نداریم دلنیش میگه یا که بعد میگه سر کنیم بگردیم همون کهنه را اوه فلان جو دمو داخل داشت. یک زمان میگه ما نیمه اروپا را کنترل میکردیم میگیری در دمو بود. یعنی برای اینو عقیده هست و پکا هست همیجا. یعنی این حدودی عوض میشود. این ابدی هست نیست. ابدی این همین زمینه خود یعنی که اینو در خدا میمون نداشته باشه مفکورشون همیست. ابدی زمین خدا من برای تاجیک گفته و فریدگی نیست یا برای ازبک گفته و فریدگی نیست. یعنی اینجا عوض شدنش ممکن است. یعنی او عوض شدگی را تو قبول کرده بتونی. میفهمی؟ تو قبول کن تمام و بدای منابد تمام زمانی بدازی نیست. سیاست حدود عوض شدگی است. یعنی این چیزها را باید ما درست قبول کردن یاد بگیریم فرزندان و خودمون هم را باید درست قبول کنیم. این مسافه رو میدونید از حدود آسیا مایده ترین زمین ده که این با چقدرش آب تشکیل میکنه. قوقیش تمام قوقش بگیری شاید همون ازبکستان و ترکمنستان یا تکنی اگر زمین قوقی اروپا میبروید. 28 دولت جوشیدگی است. 28 دولت آبادی را ببین. هر که متر خیچه کوادراتی خیچه آباد کردگی است. همش با یک دیگری همکاری دارن. هیچ وقت در همیو ندیدیم در بینشون اختلاف باشه، گپ باشه، فکر باشه، تلاش باشه. نمیدونم یا که ایش بینش چشم بد خطی نگاه کنه که تو از آلمانی یا تو از نمیدونم تو از لیتوایی تو یا از لاتویایی یا از دیگر جایی. اصلا این تفکر را نداره. لیتوا یا لاتویا. لیتوا شنیه ولایتی سوخت است. کل دولت چنین ولایتی سوخت است. اهالیش هم چنین ولایتی سوخت است. یا دولت است. مستقل دولت است. لاتویاش هم همی است. مسافش. سلواکیا. چنین ولایتی سوخت است. دولت است. براستی خودش دولت است. یکو مشکلی نداره. و در سیاست اروپا سهم خود چه داره؟ در اکونومیک سهم خود چه داره؟ همین دولتی که من موندم 3000 آدم زندگی میکنه. 3000 آدم است در همینجا. اشتباه نکنم البته 3000 بود. یا 30,000 یا 3000. خلاص بپشیم. تفکر کرده میتونی. یعنی 3000 آدم حق ملت شدن داره، حق دولت کردن داره.
3000 odam yo 3000 odam yo 10000 odam حق دولتچیدن ملتچیدن دور از زمین بنامش داشتن و بگیم اکونومیکا و در развитии خودش زبان خودش داره. ما چیکار کرده ایستادیم؟ این همیشه باید تاجیکستان باشه تا حق نداری تو برا کجا میرای برا تو ما در اینترس نیست ازبک شمی اول قرقلپاق نمیدونم مردمی سمرقند بخارا را بگیم این طرف این شی ما برای همه هیچ وقت کو ما هاشمون فقط میدونین چی است کو ببین نخیزه اوناوش نخیزه دوای بکشیشه دوای بدز دوای بکش نخیزه اینایش نخیزه یعنی اینمی احوال قطعی ما داریم زندگی میکنیم فقط قتل کشتار فقط بخیز بدور شکی و نخیزه کو نگاه کن چخله اوناوش چخله او تقدر نخرین تا در کار است او در حراس داشته باشه نه برای دزدیدنی مسافه زمین یا نمیدونم خیلی بزرگ نشان دادن اما ما میتونیم مثل اروپا بیدینیت کنیم و هر یک ملت حق بتیم کوساک زمین خیلی بتیم بگیم که بچه بساز این قلقستان تا بساز لقایستان تا بساز چی میسازید نامی دولت تا بساز اونشو بره بساز اکونومیکا تا بیا تا ملت چه دارم اینجا نه باید ما قزاق باشم 20 میلیون باشم و که تمامی نیمید زمینی اوسیو را باید غصب کنم بشینم بگم که اوه اینجا قزاقستان است همه پوستینیه میلیون مصرف میکنن میلیون برای اخرانیت کردنش میلیاردها سالانه را از خود میکنن پروستان پوستینیه را به قپن بیستن اما در اونجا اجازه نمیتن که بگیم یک دولت شوه یک ملتی دیگه بیا یک کوساک بگیره آباد کنه ما فکر میکنم میروای правопорядка در کار شده ایستاده است که конкретно میفهمین یا که افغانستان ببین او قدر مسافش کلان است او قدر ملت ها در درون وجود داره کل همینا احوالش ببینین تون قضاوت کنین اینش در اینش روز نمیته اینش در اینش روز نمیته ایشیشه هزاره میگه ایشیشه 10,000 میگه ایشیشه 500,000 میگه نمیدونم این همی فقط بگیم که کشتن اینه تو شیعی اینه تو سنی اینه تو فلانی این بیا خیلی تکده کسوکشونه جدا کنیم حقشونه مسافه شونه برای و شیعه میشه و سنی میشه و سلفی میشه و حنفی میشه و کسوکی خیلی چیزی کنه کدام بگیره این همی اروپایی نمی است کسی را دینش در کار نداره تو دین داری تو نداری دین تو سنی شیعی سلفی علفی هیچ که کار نداره هیچ که کارت نداره میفهمه؟ یعنی این هست من فکر میکنم که این اروپا را پیشرویش همه حقیقی چه داره جنجال از پشت نمیو نمیشه برای که در اروپا نیست ملتی که حقیقی چه نداشته باشه من همین شب مشاهده کردم من شب همین خوندم باید گفتم اروپا یکی از همه پیشرویش سبب چیست؟ چی سبب است؟ چرا در اروپا قدر رشد می شود در آسیای میانه نمی شود وقتی ما میبینیم حدود 5 دولت کلانتر از 28 دولت حدود زمین غصب کرده گرفته این با نام 5 ملت ثبت چیدگی است در داخل او 50 ملت دیگه 70 ملت دیگه عموما بگیم حقی نام نداره شما چه فکر میکنید فردا اینجا آرام میسته اینجا تنج میشوه فکر میکنید همین چیزا شما اینجا تنج میشوه برای همه است که امروز در ازبکستان همه را کوشش میکنن ازبک کنن یعنی شما چوستوهای دیگر انسان ها را تایپا میکنید در تاجیکستان همه را کوشش میکنن تاجیک کنن میفهمید دیده ایستادن یعنی مشکلی ما سر چی بدست یعنی اصلا برای چی ما در ژاپا زندگی میکنیم در دولت نه ما در ژاپا زندگی میکنیم سببش یعنی که سببش اینه ژاپا ساختگی ما خودمون نفسی بد یک چند انسان نفسی بدش
که او باید با نامی او فقط دولت باشه، با نام دیگر کس حق داده نشود. بود برای چی بگیم که ما اینم خیلی ژوب همیشه میگردیم؟ بود برای چی ما پیشروی نمیکنیم؟ میفهمین؟ یعنی این مفکوره، این رشک ما، این بدی ما، این بدبختی ما، این همی است عزیز. یگان چیزی دیگه در اینجا وجود نداره. اگر هر یک انسان، من فکر کنم تریتوریا کوچکی خودش داشته باشه، حق خودش داشته باشه، هر یک انسان مشغول به همون حق خودش شود، هیچ وقت بگیم که ما در این روز آمده نمیزدیم، یعنی این احوال دا آمده نمیزدیم. و خودی افغانستان هم اگر هر یک ملت که خودش ملت احساس میکنه، همون زمین خودش، حدود خودش داشته باشه، من فکر نمیکردم که این قدر جنگ ها میشه. یعنی چندین زمان تاجیکا اوجا را غصب کردن، نشیشتن، در دیگر ملت ها حق ندادن، در پشتو حق ندادن، در هزاره حق ندادن، در دیگرش حق ندادن. آخر آمد روز اینش زد گرفت، دیگرش ده حق نمیده. یعنی ما فقط فکر کنیم که همون ورسیای تجاوز خدقتی داریم زندگی میکنیم. یعنی برای ما دیگر انسان مهم نیست، حق دیگر انسان مهم نیست، انسان بدن دیگر انسان مهم نیست. لیش بیا همون سر قدرت اومدم یا نمیدونم همون فرصتی که به ما اومد رسید، ما باید دیگر انسان حق انسانیتش محروم کنم، بگیرم از او. یعنی او نباید حق انسان بودن داشته باشه در او کشور. مفکورشون بگیم که مردم مفکورش همی است. سوال برای شما، آیا ما میتونیم با احوال پیش بریم؟ آیا ما میتونیم در یک کشور 10 ملت دیگر را پایمال کنیم، حقوقش پایمال کنیم، ناموسش پایمال کنیم، ملتش پایمال کنیم؟ و یک گفت که همون گپا 5 دولت اروپا میشدگی زمین غصب کنیم، با نام یک ملت مونده، دیگر انسان ها را حق ندیم و ما بگیم که ما پیشروی میکنیم. ما میتونیم پیشروی کنیم. حداقل برابر حقوقی نبدنده، چی در پارلمان باشه، چی در دیگر ساحه ها باشه، چی در اکونومیکا باشه، در هر جا برابر حقوق نبدنده. آیا ما میتونیم که بگیم که ما پیش میریم؟ میتونیم کدومیتی را گفته و ما میتونیم آینده هم آرام زندگی کنیم؟ آیا این تمامی کمبودی ما برای نمیدونم حدودها، برای پایمال کردن ملت و حق دیگرها نیست؟ چرا ما میگه که در خطاگیت باید بآموزی؟ چرا ما در خطاگیمون نمیآموزیم؟ چرا ما نمیآموزیم چی خطاگی داریم؟ چرا ما در این روزا گرفتار هستیم؟ سبب چیست گفتگی چیزا رو چرا ما نمیآموزیم؟ من امروز باور کنین دایم همو بعضی چیزا را ما دایم افغانستان هم مقایسه میکنیم. افغانستان هم رنگ ما یک ژاپ دیگه شدگی از پرابلمش. در حدودش چندین ملت ها داره، او قدر حدود هم غصب کرده گرفتگی است، نمیمونه در او حدود دیگر انسان ها برای خودشون یک دولت کنن. تقسیم کنید، مراسا کنید، پیش میره. وقتی مراسا در ملت نباشه، مراسا نباشه، از امروز پشتو آمده است، نه هزاره حق داره، نه 10,000 حق داره، نه 5,000، نه تاجیکش، نه دیگرش، نه بالتوشش، چی میگن، یک گلاوجا دولت. از نام افغانستان از میشه که 5 تا دولت دیگه بسازی که با نام دیگر رو بگیم که دولت داشته باشه. باید ما میروای پریاد که کردن در کار است، خصوصا آسیای میانه را کنکرت نه، اما افغانستان سرکردگی پال نیروز تغییر دادن در کار است. حدودا را ایسر تقسیم کردن در کار است. برای هر یک ملت که خیلی ملت احساس میکنه، برای او باید حدود جدا کرده شود. پوست بسوزه خیلی باشه خودش.
va زیر یک کنستیتوسیایی ساختن است که یعنی باید کنترل شود مثل اروپا باره در حالت ما رشد میکنیم در حالت هر یک وجبی اما آسیای میانه هر یک وجبش گل میشود نه فقط یک درون شهر گل میشود رنگ اروپا باره کوچوش دا میبروی همه جاش گل است همه جا آبادی است همه جا سویت است همه جا دوره برای چی برای که هر یک انسان حدود خود چه کوشش میکنه بسازه اما یک نام قزاق یا یک نام تاجیک قطعی او قدر تریتوریا را میکپین میشینین دیگر ملت ها در درون حق نمیتین این آباد میشود است که جا آباد میشود چی فکر داری آباد میشود همه با یک دیگر بخیلی داره равноправность نیست حق نیست آیا آباد میشود چرا اروپا میتونه که گفتی همون گفت 208 هکتار زمین دولت شود برای خودش دولت شود اکونومیکای خودش داشته باشه و ملت خودش داشته باشه نام خودش داشته باشه فکر کنیم که حدود دنگره 208 هکتار زمین کلان است با همین دولت برای تاجیکستان و برای کشورها پول یاردم کنه گرنده پول بده برای اکونومیکش برداشتن نخرین برای یا پول میتی خودی قرق دولت باشی پس که او قدر زمین کلان کنترل کردن نمیتونه بیر تقسیم کنه دولت کنه 2 تا 3 تا دولت شود در اونجا در قزاقستان بگیرین 10 تا 5 تا دولت کنین آباد شود او زمینا پوستین هم تا قپیده شتگی 20 میلیون اهالی داره حدود زمین پاییز خطی 3-4 روز سوتکا 3-4 سوتکا ایلاوش تولاوش میره پاییز خطی یا که خیلی روسیه 3 برابری چی هست یک چی رو تفکر کنین روسیه قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان تاجیکستان افغانستان 6 تا دولت چی داشته داد 6 دونه دولت مسافه حدودش از نیم زیاد قاقی روی دنیا هست 6 دونه دولت همه جنگل مصر جزیر 6 دولت هست در این میجه مسافه را بدروی خریطه ببینید یعنی 6 دولت حدودش از نیم دنیا قاقیش زیاد است نه که 6 دونه دولت است یا 7 دونه دولت نمبر میشه تفکر کرده میتونید فکر کرده میتونید دیدست ما برای چی جوب هستیم و در داخل همین 6 دولت زیاده از 300 تا ملت زندگی میکنه که خیلی همچون ملت احساس میکرده انسان فقط نمی 6 نام ده پابند هستند کدام او ده حق داده نمیشه که یه براون او زمین خولی نمتا خو اصلا نمیدونم براون همجا نمیدونم بگی نه فلان قدر زمین این همی حدودی تو بگی آباد که خدا بگی آبادش که بگی دولت که بگی نمیدونم بساز آباد که میفهمی نمیره آیا امروز همین پرابلم ها میشید هر که دولت خیلی چه میداشت هر که حدود خیلی چه میداشت لقه قلق لولی تبور نمیدونم دیگر انسان ها یه منجگ زمین جدا میکردن میدادن میگفتن بگیریم بچه همینه هر یک انسان ساختن بگیرین هم دولت خیتونه آیا امروز میشید اما دولت سازی هم هوایی نمیشه یا میکنم که اروپا را ببین بعضی دولت ها ساخته شدگی هستن حق ارمیا کردن ندارن یعنی حدودی مسافهش ده ارمیا کردن نداره برای مایده است بگیم او تمام میروای جنگو دا اشتراک نمیکنن طرف نمیگیرن نه طرفی است نه طرف گناهگار نه طرف جبر دیده هیچ کار طرف نمیگیرن یعنی که اکونومیکشون رضایتش دست ما ارمیا ندارم و با مطابق قانون یگان دولت او را نپدید کردن ده حق نداره فقط پلیسیا دارن
اما پالیسیاش هم بعضی دولت‌ها داره یک عدل پالیسیا یک دونه عدل دارن در همون نمیدونم 15 تا یا 16 تا پالیسیسکی کار میکنن بونام تورما دارن اگر اشتباه کنی چرا اگر تو بزرگ جنایت نکنی چرا تورما نمیکنن فقط جریمت میکنن سرت میتن تمام جریمت میکنن سرت میتن بعضیش تورماش تا 4 5 تا انسان جنایتکار شیشتگی است اونو را از اونه که در اونجا پاور بگیره ماهانه اویلیک بتا اوقاتش بتا ای در رستوران زکاس کنن ماهانه اوقاتشون ارزانتر میگلد تورم چیکار ای رستوران اوقات زکاس میکنه جنایتکار بزا خورا میگه در اونجا یعنی چرا ما این چیزا را فقط ما از افغانستان مقایسه میاریم برای خدمت یا اروپا گفتند ما خیال میکنیم اروپا یک دولت است نه اروپا 28 دولت است و حدودش از سنترال آسیا مایده است حدود اروپا از سنترال آسیا مایده است من میتونم حوزه بخیزم همین رو سحر تو بگر اگر هم تا ماشین قطعی کنم برم شاید یک 8 تا دولت اروپا 9 تا دولت اروپا رو هم تا بگذارم ایلاوش طولاوش بگذارم برم اگر ما لاتویا سر کنم بخیزم خیلی لاتویا پولشا همین پولشا حدودش کلان است پولشا اوسو بگذارم بگیم چخیا سلواکیا اوستریا تو گرمانیا را گرمانیا هم حدودش کلان است همین تا کشوری است که در اروپا حدودش کلان است یکی پولشا است دیمش بگیم که گرمانیا من دیگر همین ولایت دار کشورها دو تا هستن پولشا و دیگرش ولایت ندارن با فکرم من ندیدم در دیگرش ولایت می دولت انت می دروی موزنکش زدگی است دولت است اون حدود چه میبینی می دک است دروش یک کروکتو میخری ایلاوش میبروی میره باور کن نوس همه کشی ایلاوی دولت سر میدره نوس همه کشی دولت یک کروکتو میخری میبروی ایلاوش میره حالی کیف نوس تا نگرفته حالی هم کیف نوس گرفتگی نیستی یعنی با درجه بگیم که کمپک نه زندگی دارن هیچ کمبودی ندارن قزاقستان دا اگر ای لاوش حرکت کنی اویلادار شوی گودکدار میشه حالی همون لاوش ده نمیرسی گودکت مکتب رو میشوه 20 میلیون اهالی زندگی میکنه خلاص و امروز همی قرقلپاق هم جقیده استودگی است که مون الهیده دولت شوند مونین چی با نمیمونین شما و کم روز نمی ملت ها یک میشوند نام شما رای خریطه زمین گم میکنن یعنی که بیاین دروژ نه زندگی کنیم چی با ما نمیتونیم دروژ نه زندگی کنیم باور کنین من شب همین را دیده من همین را مقایسه کرده که من با خلاصه اومدم که بود برای چه اروپا پیش است اگر این حالتی که ما داریم ما در 1 میلیون سال پیش رفته نمیتونیم که با نام 4-5 ملت دولت بسازیم و بگیم دیگر موندگی 300 ملت دیگر را زیر پا کنیم در اینجا گفتم که میروای پریت که در کار است هر یک ملت دا باید حدود اخچه جدا کنن روسیه ببین یه بچه این دولت این روسیه باور 2 تای 3 تای اروپا میبروید روس ها حق دارن 150 میلیون اهالی دارن از همین 50 میلیونش روس است 100 میلیون دیگرش دیگر ملت ها هستن 100 میلیون دیگرش دیگر ملت ها هستن تاتار باشکیر یاکوت چچن داغستان اینمی همه حدودا را بگیری 100 میلیونش دیگر ملت است но при этом большинство урус حساب میشوه برای که او ملت ها کم کم هستند و урус 50 میلیون انم قدر حدود گرفته یادر قطعی میزنم گفته نمی دنیا را دیوانگی کرده با دیوانگی نمو بگیم که اونم قدر زمین اگر نمیمونه هر یک ملت برای خودش یا دولت کنه
و زیر قانونی تو قطعیت دگوار داشته باشن رنگ اروپا وری یک سیوز بسازی بین خودتون و نرمال زندگی کنی نرمال زندگی کنی برای اما من تکلیف میکردم با کل مردمی آسیا به نام همون 5 دولتی که به نام ملت ها ثبت شدگی هستند و در داخل شما دیگر ملت ها هست باید اگر نه در تاجیکستان 10 میلیون اهالی باشه و گفتیم اگر بگیریم 100% بگیم که 3-4 میلیونش دیگر ملت است شاید زیاد هم باشه این یگان جای شک شبهه نداره اما خیلی دیگر ملت احساس میکرد اگر جدا کنیم واسه شاید از تاجیک زیاد باشه یا خیلی ازبکستان 30 چند میلیون اهالی داره اگر آبش بگویی که خیلی ازبک حساب میکردگیش اگر جدا کنی یا خیلی دیگر ملت حساب میکردگیش جدا کنی او بالشینستو میشه چی تاجیک باشه چی قرقلپاق باشه چی دیگراش باشه اگر ببره دیگر میشه یا خیلی قزاقستان با نام یک قزاقستان یاد میشه اگر او را جدا کنی بگویی که ببره یک ملت حق داره خطونه ملت گفتنده میدونید وجود میبره اما خیلی قزاق میگفتگی انسان شاید منشینستو باشه و دیگر انسان ها بالشینستو باشه یعنی باید ما خریطه از یاره باید ایواز کنیم نه اینکه بگیم او تریتوریا با نام 5 انسان ثبت شوه 5 نامو دیگر رو 300 نام دیگر بگیم زچومرنی در اوجا زندگی کنه باید کل خریطه از یاره تقسیمات شست سر کردن در کار برای با فکر می یک مثل ستالین واری انسان در کار است یک ستالین دیگه باید با دنیا بیاید و پال نیجا را گرفته پراپریت کنه تقسیم کنه هر یک ملت ده از همون بگیم که سر کنه از فلان جو تقسیم کردن زمین حدود خریطش جدا کردن فلان قدر هر یک انسان در او دستوب داشتگی یعنی که همون دستوب برسونه دولت شد انم خیلی باید پراپریت که اجاره تقسیم کنه از این زیاد دیگر ما پیشروی نمیکنیم یعنی که این گپی ما نه برای گفتم که از اول هم گفتم و در آخرم این برای اغوا نیست این برای نمیدونم بدی نیست این برای پیشروی تاجیکستان و بگیم که برای آینده ملت ها این هیچ وقت اغوا قبول نکنید باقی سلامت سربلند خانه آباد باشید پدرود تا با درودهای دیگر با آموزن زندگی را از مردم اروپا متحدی را با آموزن از مردم اروپا و دولتداری را با آموزن از دولتداری اروپا از دولتداران اروپا سلامت باشید